قدیم میرفتیم کشاورزی میکردیم، درو میکردیم، گوسفند داری میکردیم، مشک میزدیم، کشک میزدیم، درو میکردیم، نون میپختیم، نون محلی میپختیم، غذا محلی درست میکردیم، بچه داری میکردیم. همه ورکو میرفتیم، ارکو میرفتیم، پیازو بیاونی میچیدیم، سرید میچیدیم، کتیره میچیدیم. حالا پیر شدیم نمیتونیمش کنیم. ما چی نداشتیم وقت، دکتری نوید، داروی نوید، وسیله نوید. بچه ها اون خود دار دوا محلی بزرگشون میکردیم. مریض میشدن چی نداشتیم بدیمشون، وسیله نداشتیم دکتر بودیم. ما مفرش داشتیم و چی نداشتیم، دار دوا محلی داشتیم. کلپوره، آلاله، میتاق، بادیون، و بچه همونه دار دوا میدادیم، خود گرفت بزرگشون میکردیم، خود دار دوا بزرگشون میکردیم. حالا دکتر وسیله یه تا بچه هاشو مریض بشه همی داره میره دکتر. ما اصلا وسیله نداشتیم. میاد به بدبختی اینه بچه بزرگ کنی، این دکتر موبید، اینا دارو دکتر موبید، خود بری دستی کنی، بیایی نون بپزی بدی بچه بخوره. میافتیم، چرخو میرستیم، گوسفندا رو میآوردیم میشستیم، پشماشون جمع میکردیم، پشم دیک میرستیم، خالی ریز رنگ میکردیم، خالی میرافتیم. کریه یارم اطلس دستمان سری کن، کریه یارم مناتی